تقوا یعنی چی؟ تقوا معامله نیک با همسر، یعنی معامله نیک با فرزندان. تقوا یعنی خدا ترسی. یعنی چی؟ خدا ترسی معامله نیک با فرزندان پدر و مادر و دیگر خویش و تبع و اقربا و صله رحم. تقوا و خدا ترسی و پرهیزگاری یعنی چی؟ مفید بودن برای محیط خانه و محیط زیست و وسیعتر و وطن و کشور و ملت و دولت و این همه مفید بودن. این رو میگن خدا ترسی، این رو میگن پرهیزگاری. تقوا و پرهیزگاری فقط اون نیست که جمعه و جیلک و صلاح و دیگر رو در یک کنج مسجد فقط تصویر بزنه. خب درست دیگه، اون هم ذکر است، اجر دارد، ثواب دارد، لیکن بزرگترین ثواب در همونی هست که برای عموم مردم منفعتش میرسد. دوست داشته ترین بنده مؤمن مسلمان همونی هست که منفعت نوکترین مسلمان برای دیگران باشد. خداوند عزوجل بندهش رو دوست بدارد، در خدمت بندگانش میگذارد، خدمت مردم میکند، منفعتش به مردم میرسد، هیچ وقت نیتی ضرر به مردم و بندگان پروردگار ندارد. خدا ترسی یعنی معامله نیک با پروردگار کردن، روی اخلاص اعتقاد و پرهیزگاری و خدا ترسی معامله با پروردگار و رحم به بندگان پروردگار. این میشه تقوا، این میشه پرهیزگاری. همیشه با پروردگارش معامله نیک دارد، اعتقاد، ایمان، اخلاص و رحم شفقت به بندگان پروردگار. قطع نظر اون بنده کی باشد. بسیاری رو میبینید که ناکام هستن به خاطر چی؟ به خاطر که حالا نه قلبی بیدار دارن، نه عقل فعال دارن، نه یک ضمیر احساسات انسانی کامل دارن که در زندگی کامیاب شوند. برای حکیم میگه اذا مات القلب ذهبت الرحمه. اگر قلب که مرد، سنگدل شد، بی‌رحم شد، یعنی این قلب که مرد به شب مرده است، تمام رحم و شفقت از این قلب می رود، بی‌رحم می شود، بی انصاف می شود، مضیر می شود، همیشه در فکر ضرر مردم است، همیشه در فکر اون است که کی را فریب بدهم، یک چند پول و پیسه اش رو بکشم بگیرم. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. یا چگونه فلانی رو یک غرتش کنم. ولی میگه و اذا مات العقل ذهبت الحکمه. عقل اگر مرد یا عقل اگر کرخ شد، حکمت از بین می رود. حکمت یعنی چی؟ اندیشیدن که همین کار رو انجام بدهم نتیجه اش چی هست. مسلمان باید تو این فکر کند که همین کاری رو که میکنم یا همین معامله رو که میکنم خلاصه و نتیجه اش چی میشود، یا همین معامله رو که من شروع میکنم انجام دادنی هستم یا که میکنم، آیا در این روزگی پروردگار هست یا غضب پروردگار؟ وقتی که میبیند که در این روزگی پروردگار هست، حتمی در اون برکت، در اون سعادت، در اون عزت، در اون قناعتمندی خاطر جمعی هست. اما اگر در اون غضب پروردگار باشد، حتمی پشیمانی و بی‌برکتی و نحسی و کسلتی و کثافتی و آوارگی و سرگردانی هست. هیچ روی گریز نیست. و میگه اذا مات الضمیر ذهب كل شيء. اگر ضمیر یعنی چی؟ وجدان یا احساس انسان، یعنی شعور انسانی. وقتی که شعور انسانیش برهم داد، همه چیز برهم خورد. وقتی که شعور انسانیش را از دست داد، تمام حیثیت و شخصیت و برکت و عزت و سعادت و همه رو از دست داد. بعضی آدم ها یک معامله میکنن، باید که یک چیزی بکنن بگیرن. همینایی که فریب میکنن، همینایی که غارت میکنن، همینایی که میدزدن، همینایی که یک معامله مجامله درویگی میکنن، بعد یک چیزی میکنن از اونها میگیرن، بعد دیگه با گفتن نمیوبندنشون. اون فریب دادگی فایده میکند یا فریب خوردگی؟ در ظاهر نمایان میشد فکر میکند که حالا من این رو فریب دادم، من برد کردم. در اصل نه، فریب خوردگی برد کردگی است، فریب دادگی زیان و ضرر دیدگی است.
همین فریب دادگی یا همین ظلم اگر بداند که عاقبت ظلمش چی هست، تا آخر عمر اون مظلوم رو میکوبد تا اینکه در همین دنیا راضیش کند، هر چی زودتر اون رو حلال و کهیلی طلب کند و راضی کند. فکر میکند که حالا دیگه این رو فریب دادم، من گرفتم، تمام خوردم، گشتم، بعد چی؟ درست پس میبینید که همون اون مظلوم یکی او فریب خوردگی رو میبینید پروردگار از چند جای دیگر داد، اون زندگیش خوب رفته شده است. اما این فریب دادگی رو میبینید سرسان و سرگردان آواره و بدبخت و بیمار و ده ها بیماری خطرناک. برای چی همین بیماری های زیادی میآیند؟ به خاطر که این قلب پر از کینه و قدرت و عداوت و دشمناگری هست، کینه و حسد است. همین کینه و حسد انسان رو بیمار میکند، انسان رو سرگردان و آواره و بدبخت میکند.